بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه‌ای در رابطه با شجره آل کیا سالار به شهر زیر به قلم کمتر از ذره در آستان مقدس علوی علی اصغر طوفان‌پناه. همان گونه که مستحضر می باشید خلقت بر سه نوع می باشد: خلقت نوری که مختص ذوات مقدس محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، و خلقت خاکی که مختص مردم عادی مثل بنده کمترین، و خلقت ناری که مختص ابلیس می باشد. این مطلب برای این گفته شد که ما کجا و اهل بیت کجا، که نمی شود قیاس کرد. اما در مرتبه خاکی می شود خود را ربط به این ذوات مقدس در کمترین مرتبت داد، به حسب بشری عرض می گردد. السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. در سال 1368 جناب عموی بزرگوارمان کربلایی سید علی اصغر کیا سالار طی چندین مرتبه رجوع نمودن به جناب آیت الله مرعشی نجفی زعیم شیعه موفق گردید که ثابت نماید که طایفه کیا سالاران رین سادات می باشد. اما متاسفانه در این فراز و نشیبه ها آیت الله مرعشی نجفی به رحمت خداوند رفته و عموی عزیزمان دیگر پیگیر این مسئله نشدند. اما در سال 87 این جانب کمترین با بازنشستگی و داشتن وقت کافی با همکاری و مساعدت پسر عموهای عزیزم که ساکن آمل می باشد با هم به این تحقیقات از اول اقدام نمودیم و اولین امامزاده به نام سید حسن کیا سالار را در بلده نور دهکده ناحیه پیدا نمودیم که نزدیک محل تولد محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل شیعه استاد شیخ عباس قمی می باشد که از عکسای آنها نیز ارائه می گردد. و بعد از آن از شجره امام زاده حسن کیا سالار تحقیقات را شروع نمودیم که با اصل آن شجره در امامزاده ابراهیم آمل روبرو شدیم و در کتاب اطلس شیعه مؤلف جناب رسول جعفریان پیرامون سیادت آل کیا و چندین کتاب نسب شناسی به خصوص کتاب آل کیا در گیلان که حدود 200 سال حکومت نمودند در گیلان و مازندران، به خصوص شهر آمل که عکس‌های آن موجود است، و آنها حکومت را از مرعشیان و آنها از سربداران گرفتند. همه این مسائل مستلزم این حقیقت است که این طایفه از سادات می باشد و نسب آنها به حسب بشری و خاکی به امام سجاد علیه السلام می رسد. خلاصه این که با همه این مدارک مشرف به شهر مقدس قم شده و بعد از عطب‌روسی کریمه اهل بیت سلام الله علیها و مدد از ذوات نوری ایشان مدارک خود را با تمامی اسناد به پژوهشکده سادات علوی قم که سرپرست آن شاگرد آقای مرعشی جناب رجایی می باشد که عکس ایشان نیز موجود است تحویل دادیم و ایشان هم با تایید بر مدارک و فتوای دو مرجع تقلید آقای علوی بروجردی که نوه آیت الله بروجردی می باشد و جناب مکارم شیرازی این مسئله را تایید نمودند و سیادت طایفه کیا سالار رینه بعد از 17 سال به مدد بیبی جانم گرفته شد. یا علی مدد. فقط جهت اطلاع دوستان کمتر از ذره در بدر آل علی علیه السلام طوفان پناه.